نماینده پرزیدنت قرقیزستان در ولایت بادکن عبدالکریم اولینبایف روز 17 سپتامبر سال 2022 به خبرنگاران قرقیز خبر داد که جانب قرقیزستان تمام دهه‌های یک روز پیش در جریان مناقشه مرزی از سوی نیروهای تاجیکستان اشغال کرده را الکی پس گرفته است. نیروهای قرقیزستان شبانه در دهه‌های اشغال کرده کار کردند و آنها را از نیروهای تاجیکستان آزاد کردند. نقل قول کرده است اولینبایف به خبرگزاری قرقیزی کبر. اما اولینبایف نگفته است که این دهه‌ها را جانب قرقیزستان توسط جنگ پس گردانیده است و یا توسط مذاکرات در پی اعلان آتش بس. جانب تاجیکستان است تا این ساعت خبر باز به دست قرقیزستان گذشتن منطقه‌های روز 16 سپتامبر اشغال کرده نیروهایش را یگان شرح نداده است. در همین حال پایگاه‌های دیگر خبری قرقیزستان 24 کگه ویدیوهای لحظه‌های را نشر کرده است که نیروهای قرقیزستان بعد وارد شدن به یکی از دهه‌های اشغال شده در پیش دوربین ویدیو کامera پرچم تاجیکستان را که در بام یک بنا نصب شده بود کنده گرفته پاره پاره میکنند. خبرگزاری گفته است که این کار در یکی از دهه‌های ولایت بادکن رخ داده است ولی نام این دهه‌ها را نآورده است. روز 16 سپتامبر در جریان زدوخوردهای سنگین در مرز تاجیکستان و قرقیزستان درباره پیشروی‌های طرف‌های درگیر گزارش‌های ضد و نقیض به گوش می رسیدند. از طرف تاجیکستان شاهدان درباره اشغال شدن چندین موضع در اطراف رخ، چارکو و خوجه اعلی و حتی اشغال چندین زسته و نیروهای مرزبانی قرقیزستان خبر داده بودند. خدمات مرزبانی قرقیزستان بعداً از دست دادن مکتب دهه دوستوک را اعتراف کرد. از آن پیش ویدیویی نشر شد که چگونه نظامی‌های تاجیک به بام مکتب پرچم تاجیکستان را آویزان میکنند. تورقل داعارف خبرنگار قرقیز و مدیر بخش قزاقی رادیوی آزادی که زاده ولایت بادکن است در توییتر تصدیق کرد که نیروهای تاجیکستان روز 16 سپتامبر زادگاه او دهه اینترنشنالی نویه لیلک را که در پهلوی جماعت افچه قلچه نویه باباجان غفورف تاجیکستان جایگیر شده است نیز اشغال کردند. داعارف در توییتر ویدیوی بازار ولنگار دهه را گذاشته نوشته است که بازار را هم در جریان مناقشه روز 16 سپتامبر آتش زدند.